وقت آن رسیده بود که کنترل را در دست بگیریم. من ادامه دادم: ما سرانجام به نقطه‌ای رسیدیم که از آشفتگی‌ها و هرج و مرج که خودمون درست کرده بودیم خسته شدیم. رابرت به این نتیجه رسید که هیچ کس به جز خودش کاری نمیتواند بکند و وقت اون رسیده که اقدامات جسورانه انجام بده. من تصمیم گرفتم که دیگه به حال خودم تأسف نخورم و هیچ کس دیگر رو برای این شرایط سرزنش نکنم و هر دو تصمیم گرفتیم که برای آیندمون تصمیم‌های اساسی بگیریم و کار رو شروع کنیم و همین کار رو هم کردیم. جانیس پرسید: کسب و کار شما چی بود؟ جواب دادم: ما یه شرکت آموزشی دایر کردیم که مبتنی بر کارآفرینی بود. در عین حال که رابرت قبل از نقل مکان به کالیفرنیا چندین کسب و کار در هونولولو تأسیس کرده بود، سالها مطالعه کرده بود که مردم چگونه چیزی رو یاد میگیرند و روش‌های جدید برای تدریس چه هستند. کسب و کار ما تا اونجا رشد کرد که 11 شعبه در 7 کشور خارجی تأسیس کردیم. ما دائما در جاده ترقی گام برمی داشتیم که بیشتر در کشورهای خارجی بود. لزلی پرسید: شما کی ازدواج کردین؟ جواب دادم: ما در ماه نوامبر سال 1986 در شهر لاجولا در کالیفرنیا ازدواج کردیم. وضع کارمون در اون زمان اصلاً خوب نبود، ولی میدونستیم که آینده روشنی رو در پیش داریم. پت پرسید: کسب و کار شما چی شد؟ آیا هنوز اونو دارین؟ توضیح دادم: در سال 1994 پس از 10 سال اونو فروختیم و خودمونو بازنشسته کردیم. من 37 سال داشتم و رابرت 47 ساله بود. بهترین دستاورد این بازنشستگی آن بود که آزاد شدیم. پت پرسید: آزاد از لحاظ مالی؟ جواب دادم: آره، دیگه مجبور نبودیم به خاطر پول کار کنیم. احساس بزرگ و خوبیه. لزلی پرسید: به این ترتیب لابد از فروش شرکت پول خوبی به جیب زدی که دیگه مجبور نباشی کار کنی. مخصوصاً که فقط 37 سال داشتی. یعنی اونقدر پول داری که حداقل 50-60 سال باهاش سر کنی. شاید هم بیشتر. خندیدم و گفتم: اکثر افراد همینطور فکر میکنن، ولی فروش شرکت نبود که اجازه داد ما بازنشسته بشیم. اگه میخواستیم با پول فروش شرکت زندگی کنیم، احتمالاً بیش از 2 سال نمیتونستیم دووم بیاریم. لزلی در حالی که گیج شده بود گفت: من که نمیفهمم. توضیح دادم: ما در سال 1994 به خاطر سرمایه گذاری های خودمون تونستیم بازنشسته بشیم. هر ماه از سرمایه گذاری های ما مبلغی پول به ما می رسید که بیشتر از مستقلات ما بود و از هزینه روزمره بالاتر بود. وقتی که گفتم از لحاظ مالی آزاد شدیم، منظورم همین بود. اولین سرمایه گذاری من. پت اعتراف کرد: من هیچی در مورد سرمایه گذاری نمیدونم. اصلاً تو باغ نیستم. گفتم: من هم نبودم. وقتی قدم در راه سرمایه گذاری گذاشتم، رو راست بگم، حتی معنی کلمه سرمایه گذاری رو هم نمیدونستم و یادگیریش خیلی برام سخت بود. جانیس پرسید: در چی سرمایه گذاری کردی؟ گفتم: از ملک شروع کردم. به نظرم معقول بود. اولین ملک اجاره‌ای خودم رو در سال 1989 خریدم که یه خونه نقلی با 2 اتاق خواب و یه سرویس بهداشتی بود که در شهر پورتلند در ایالات اورگان قرار داشت. این خونه فقط 2 خیابون از محل زندگی ما فاصله داشت. باید بگم که این ترسناکترین کاری بود که تا اون موقع کرده بودم. داشتم از ترس می مردم. نگران بودم. می ترسیدم که اشتباه کرده باشم و ضرر زیادی رو متحمل بشم. واقعا نمی دونستم که چی میشه. وارد جزئیات نمیشم. هنگامی که در اولین ماه پس از خرید این ملک پول بادآورده‌ای به مبلغ $50 از سود مالکیت خود به دست آوردم،
از شادی در پوست نمی گنجیدم. در حقیقت جریان پول نقدی بود که از مالکیت اون خونه به جیبم سرازیر شد. در اون لحظه از خود بیخود شده بودم. امروز مستقلات و سرمایه‌گذاری هایی رو بالغ بر میلیون ها دلار در اختیار دارم و از طریق این سرمایه‌گذاری هاست که ماهیانه مبلغ هنگفتی به جیب من واریز می شود. امروز از لحاظ مالی کاملا آزاد و مستقل هستم. جانیس گفت وقتی به کلمه سرمایه‌گذاری فکر می‌کنم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا سهام بورس و اوراق قرضه فکر می‌کنم و نوعاً به مستقلات فکر نمی‌کنم. یعنی از طریق خرید و فروش خونه پول در میاری؟ جواب دادم نه، از طریق خرید و فروش نیست. از طریق خریدن و نگه داشتن آن است. ولی خیلی موضوع مهمی است. در صورت نیاز بعداً میتونیم در این مورد صحبت کنیم.